با سلامی دوباره به بینندگان عزیز و به همه آنهایی که این لحظه ها در پخش مستقیمی آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب مورد تماشا دارند. شالو گلخوجی هستم، چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ در خدمتتان با سرخط خبرهای روز که فراگیری موضوع تاجیکستان و جهان است و البته بعضی از این موضوعها بازم بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری به شکل مفصل پیشنهاد شما میشوند و فراموش نکنید که این برنامه 15 دقیقه ادامه میکند و من به همه شما سپاس میگم که دویم در این برنامه و در همه پخش‌های مستقیم ما رو همراهی میکنید. خب، کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان اعتراف کرد که برخی نجات بخشان زمستان امسال نسبت کار خود خلق نظری نشان دادند. چنین مناسبت در مورد جستجو و بیرون آوردن جسد از زیر ترمه در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان مشاهده شده است. در نسبت این کارمندان مسئولین کمیته چی چاره اندیشیدند بعد 3 ساعت دیگر معلومات میدیم. ضمناً باید بگویم که توجه به این مسئله بعد گزارش‌های رادیو آزادی ظاهر شده است. دقیق‌ترش گپ سر جسدی حکمشو سعیدов سکین جماعت یزگلومی نویه ونج می رود که بعد 11 روز از زیر ترمه بیرون آوردند. قبلا امیرشو سعیدов پدری حکمشو در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که با بیل و کلان پسرش رو می جویند و از آن شکوه داشت که ماموران نجات به کمکشان نآمدند، در حالی که ترمه 100 متر طول و تقریبا 20 متر بلندی دارد. در این باره و دیگر موضوعهای مربوط به کمیته حالتهای فوق‌العاده که امروز نشست خبری داشتند و همکاران ما در اونجا بودند بعد از 3 ساعت دیگر برای شما معلومات میدیم. دادگاه شهر دوشنبه یک تن از پیوندان گلنظر کلدی شاعری شناخته توجیک را به 14 سال زندان محکوم کرد. حکم اقبال کلدی ساکن 28 ساله شهر دوشنبه ماه ینور صادر شده است. مرافعه او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی پشت درهای بسته صورت گرفته. پیوندانش میگویند که در این محاکمه ها شرکت نداشتند. این جوان به چه گناهکار دانسته شده است و شاعری شناخته توجیک در نسبت حکم برادرزادش چی میگوید؟ در برنامه برایتان جزئیات میدهیم. و شکست گروهی دهشت افکن دولت اسلامی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا میگوید هفته آینده رسما پاک شدن تمام قلمرو عراق و سوریه را از جنگجویان داعش اعلان خواهد کرد. هنوز سال گذشته ترامپ گفته بود که 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه به وطن باز میگرداند. این یکی از موضوع دیگری صحبت ما در برنامه امروز است. بازداشت با پوره. اجانسی ضد فساد یک حقوقشناس اگروینوست بانک را برای گرفتن پوره دستگیر کرد. در این اجانسی این گفتند که این حقوقشناس برای از گرو بانک آزاد نمودن منزل‌های استقامتی واقع در شهر دوشنبه رشوه خواسته است و حالا در نسبت او پرونده بازگردیده است. تفصیلات را در برنامه خبری برایتان خواهیم گفت و ضمناً بازداشت این حقوقشناس در حالی است که اگروینوست بانک یکی از بانک‌های دچار مشکل در تاجیکستان به شمار می رود و با امانتدارانش تا آغاز سال 2018 هر ماه 500 سومانی پرداخت می کرد، ولی ماهای آخر این پرداخت‌ها باز هم کاهش یافته. برخی از مشتری‌ها میگویند ماها باز همین مبلغ را هم دریافت کردن نمیتوانند. مقامات اگروینوست بانک در گذشته گفتند که برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه‌های زیاد اجرا میکنند. از جمله 2000 کارمند بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. و طوری هم بینندگان عزیز وعده دادیم در برنامه امروز محتوای سازشنامه بین تاجیکستان و قطر را در مورد فرستادن نیروی کاری برایتان شرح خواهیم داد. قطر از کشورهای خرد ثروتمند عربی از تاجیکستان 2400 کیلومتر دور است و توافق به راه ماندن مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به قطر ماه فوریه سال 2017 در دایره سفر رسمی ملک رحمان به این کشور حاصل شده است. خوب بینندگان عزیز منتظر باشید. بعد از 3 ساعت دیگر بازم من در پخش مستقیم به خدمت شما برمیگردم و در برنامه خبری در آزادی ویدیو ما رو تماشا کنید. موضوعهای زیاد داریم، فراموش نکنید.